این عبادات رو برای این وضع کردن که ما نیرومند بشیم در این مسیر، قدرت پیدا کنیم، آذوقه پیدا کنیم. عجبا از این آیه شریفه که میفرماید که تزودوا فان خیر الزاد التقوا. چقدر قشنگه این، چون معمولا زاد که باید تهیه کنه چیزا باید برداره، میگه باید بذاری. یعنی بهترین زاد اینه که دستتو بیفشانی، دست نزنی به این چیزا. این چه زادیه، چقدر زاد خوبیه که آدم احتیاج نباشه چیزی برده، چیزی بذاره. تزودوا فان خیر الزاد التقوا. اینجا گفتن بهت که زادت اینه، توشت اینه، اسلحت اینه، این حرفا رو بزن، اگر اینو شنیدی اینو جواب بده، اگه اونو شنیدی اونو جواب بده. این مولانا قدم به قدم شما رو مجهز میکنه. یه کسی میاد میگه که آقا، یه کسی پیدا میشه شک میندازه تو دل آدم، میگه آقا این همه الله گفتی، یه لبیک شنیدی، آخه ول کن آقا، این چی میگه الله الله؟ آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطانش که ای الله گو، این همه الله رو لبیک گو. چند الله میزنی با روی سخت، می نیاید یک جواب از پیش تخت. این بیچاره دید بعدم نمیگه تو واقعا ما چیزی نشنیدیم این ها. موند از ذکر و گرفت خوابید. خضر یارش بود در واقع، آمد. خضر اون گوهر الهی درون همه ماست که اگر ما 40 شبانه روز همت بکنیم و خانه دل رو جاروب بکنیم و پاک بکنیم، اگر انسان واقعا پاک بکنه، و این یک آلودگی است، این نفس ما که داستانش رو اون در اساطیر یونان میگن یه پادشاهی بود به نام اوژن که این یه طویله‌ای داشت که این طویله 30 سال بود تمیز نشده بود. 1000 رأس گاو هم تو این طویله بود، غیر از حال حیوانات دیگه. حالا چه کسافتی کرده بودن در طول 30 سال. بعد هرکول معروف که قهرمان مثل رستم یونانی هاست و اینم اون 12 خان داره، در مقابل رستم که 7 خان داره، 12 کار شگرف بهش واگذار میکنن که همه رو انجام میده. یکیش اینه که یه جارو و گردگیری اینا بهش میدن، میگن که شما این طویله رو باید یه روزه تمیز کنی. حالا یه روزه یه همچی طویله ای رو چطور میشه تمیز کرد؟ ما چیکار بکنیم؟ به قول نظامی میگه که اینقدر منتظر عقل نشین که حالا تا 40 سال نشه گرم بهت نمیدن عقلو. تا طبع که با عقل به دلالگی است منتظر نقد 40 سالگی است. نقد 40 سالگی رو تا ندی که بهت عقل نمیدن. پس تو منتظر اون نشین، همین الان یه فکری به حال خودت بکن تا به 40 سال که بالغ شود خرج سفرهات مبالغ شود. تا بخوای 40 ساله بشی اینقدر بدهی بالا میاری، اینقدر کارهای نامتناسب میکنی، آلودگی تولید میکنی. همین الان یه فکری به حال خودت بکن. این گفتش که دید، متوجه شد هرکول که با این گردگیری و جارو و اینا کار نمیشه کرد. اومد سر رودخانه رو، یه رودخانه ای رو برداشت، سر رودخانه رو بلند گذاشت در طویله، همه رو برداشت بود. ما میتونیم کار بکنیم. سعدی این کار کرده، گفته که سیلاب نیستی را، نیستی یعنی من نیستم، چون تمام بدبختی مال من هستم دیگه، من هستم، من هرسم باید بزنم، فسادم باید بکنم، تمام اینا مال من هستمه. سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، سرش بذار اینجا در طویله ما. سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، که از خاکدان هستی بر دل غبار دارم. ما 100,000 تا غبار جمع شده اینجا. اینو یه مرتبه آدم میتونه، عشق این کارو میکنه. عشق اون لحظه است که مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حرص کلی پاک شد. چرا؟ برای اینکه اون اصلا زیربنای تمام این مفاسد رو که این من هست، که بدترینش اینه. یه وقتی خداوند به موسی گفتش که برو از شیطانی چیز یاد بگیر. موسی کم بهش برخورده بود که بالاخره من پیغمبر اولوالعزم و دارم از شیطان چیز یاد بگیرم. گفت برو نگران نباش، اون بلده، یه چیزی بلده که به تو یاد بده. آمد و گفتش که والا به ما گفتن که یه چیز از شما یاد بگیریم. گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچو من. گفت این یک کلمه رو از ما یاد بگیر. ما این یک کلمه رو از شیطان یاد بگیریم که من نگو تو. برای اینکه این عشق که آمد فقط همین من میره، هیچ دیگه حادثه‌ای رخ نمیده. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق که پزد، که وارهاند از نفاق. چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار تفت. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق یار سوزید از جگر.
پخته گشتان سوخته، پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه بر در زد به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. مواظب بود دیگه حرف ناموزون نزنه. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای مهربان. گفت اینک چون منی ای من درا، نیست گنجایش دو من در یک سرا. اصل اینه. بنابراین میبینیم که این نزاع بین عشق و عقل، نزاع بین جبر و اختیار، نزاع بین مشراع و اشراق، اینا تمام نزاعهای لفظی سوری مال آدمهای سطح متوسط و پایینه. انسانهای فهیم از این نزاعها با هم دیگه نکردن. ائمه ما خیلی در این زمینه چراغهای هدایت دادن. یکیش همین جمله لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که خیلی باید روش تفکر کرد. بعضی فکر کنن امر بین الامرین یعنی به اصطلاح به قول فرنگی هاف ان هاف، یعنی 50-50 است، 50% جبر 50%. تا میگن بینابین فکر میکنن یه خورده از این یه خورده از اون. هیچ فضیلتی از ترکیب دو تا رذیلت پیدا نمیشه. و یا حتی حد وسط ارسطو رو، چون چند چیز هست که طلاییه، حالا من فقط ذکرشو میگم، یه وقتی مفصل ان شاءالله بعد صحبت بشه دربارش. چیزایی هست که در اروپا بهش میگن چیزهای طلایی، ما هم گاهی اوقات به زرین یاد میکنیم. یکی روزگار طلایی که یه وقتی ما داشتیم با پروردگارمون و اون روزگار سر آمده، روزگار طلایی بوده. ای خوش آن دوران که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. این روزگار طلایی است که ما یاد اون روزگار میکنیم و این یاد گرامی ترین چیز هاست. هر کی یاد اون روزگار بکنه شعر میتونه بگه، موسیقی میتونه بنویسه. اصلا ملودی های زیبا زمزمه عاشقانه است که تو اون زمانا چی شد، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود، وای از این جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. یاد باد آن صحبت شبها که با شیرین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از آن، حالا برای اینکه کسی فکر نکنه این مثلا مال زمان جوونیای حافظ بوده، فکر کرده که مثلا حافظ در زمان جوونیاش مثلا یاد اون کرده، این نیست. خیلی مال زمانهای خیلی قدیمتره. پیش از آن که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. یه همچی عشقی الهی خیال کردن یه دختر شیرازی بوده. البته دختر شیرازی هم در اینجا در روی زمین تجلی جمال اوست. من معنیش این نیست که این شأن و مقامی نداره، داره. ولی حافظ گفتش که سعدی تو مرغ زیرک خوبت به دام آوردم. مرغ زیرک میدونه که کجا بایستی که سر بسپره. اینجا هم هر چی ببینه جمال اوست دیگه، اینا رو میبینه. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. دنیا فرق بین دنیا و عاقبت هم صلح بدین. یه عده میگن آقا ایشون اهل دنیاست، اهل هر دوتا باشین، اهل دنیا باشین، اهل آخرت باشین و یه کاری بکنید که هر دو به علت اتصال به اون واحد هر دوش یکی میشه. اگر ما اون یک رو، اون الله رو آوردیم تو زندگیمون، خوردنتون چرا عبادت نباشه؟ انسانی که داره به سوی پروردگار حرکت میکنه همه کاراش عبادته. برای اینکه غایت الغایت انسان، غایات انسان که او شد، یا غایت اعمال العارفین، اون وقت میگن آقا برای چی غذا میخوری؟ برای اینکه برسم به او، برای اینکه بعداً باید بالاخره مرکب غذاشو باید بدم، علوفه‌شو باید بدم، غذا رو سوار باید بشیم. شما برای چی اینو میخوری؟ برای همین. برای چی نمیخوری؟ برای همین. برای چی منع میکنی؟ برای اینکه این الان نبایستی که این امکانات برش داده بشه. برای چی کمک میکنی؟ برای اینکه باید داده بشه. همش به خاطر خدا. وقتی به خاطر خدا شد، دنیا و آخرت میمونه، کار دنیوی و اخروی میمونه، کارا تو همه اخروی میشه. بیزینس برین سراغ تجارت، کسب، کار، کوشش، همه این کارها کار اخروی میشه. دو تا کار قائل نباشین که بگین کار اخروی کار دنیوی. ببینن نماز و روزه و نمیدونم حج و زکات و خیرات و اینها کار اخرویه، مثلا کامپیوتر و کسب و کار و معاش و خرید و زن و بچه و اینا کار، اینا اینجوری نیست. مؤمن یک پارچه است، یک پارچه میشه. مؤمن خانداری و زنداری و بچه‌داری و ارچه و شوهرداری و همه ایناش هم عبادت میشه. چرا؟ به خاطر خداست. به خاطر اینکه اولا من تو رو در این میبینم، من این مرد رو باید بهش خدمت بکنم، برای اینکه بنده خدا هستم. خدا برای چی برای این داره خدمت کنه؟ برای اینکه اینجا این الان نماینده او اینه، اینجا ما که دسترسی به اون نداریم. اینجا یک کسی عاشق، یکی از دوستان ما آمده بود میگفتش که به داد من برسین،
گفتم چی شده؟ گفت خانم من رفته کریشنایی شده. کریشنایی یه مکتبی است که از این مکاتب هندویی که یک خدای الهه عشق هست که در واقع رمز جمال و عشق در مکتب هندویی است. گفت رفته این شده و شبها که میشینه جلوی اینو ذکر کریشنا میگه و به ما میگه که منو دست به من نزنین، من متعلق به اون هستم، من فدایی اون هستم. سرش میکنه بالای، معلومه چی به چی هست اصلا. گفتش که ما چیکار بکنیم؟ اصلا وقت این کریشنایی هم اصلا دیگه به کلی میبرن وقتی که میگن فدایی خدا هستیم، نباید دیگه حتی به لذات جسمانی اینا رو به کلی باید خودشون دور کنن. گفتش که این چون به شما ارادتی داره، شما این نصیحتی بهش بکنید. گفتم از قول من سلام بهشون برسونید، بفرمایید که کریشنا خیلی خوبه که انسان عاشق کریشنا باشه، برای اینکه رمز عشق و جذابیت و محبوبیته، ولی کریشنا اینجا نماینده داره، امور نایب میکنه. مردم همینطور اگر که میخواد خدمت بکنه، کی بهتر از اون زن؟ اگر میخواد که قرض بده، وقتی خداوند اینقدر خودشو میاره با انسان‌ها یکی میکنه که میگه پس منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا که تو قرض نداره که، یعنی بندگان من که قرضم مثل منن، پس اونا نمایندگی دارن، چرا که ما به اون محبت نکنیم؟ وقتی که دست من خیر برش جاری شد میشه ید الله، دیگه دست من نیست. بنابراین دعوای بین دنیا و آخرت هم حل میشه، دعوای بین جدید و قدیم. مثلا میگن آقا اینجور متجدده قدیم، ما تعهدی نسبت نه به جدید داریم نه به قدیم داریم. یکی میگه آقا شما با شعر نو مخالفی، با چیزای نو. گفتم نه، ما هیچ چیزی مخالف نیستیم، ما با زشتی مخالفیم، با زیبایی ما قراردادمون با زیباییه. اگر شما حرف حسابی داری، به زیبایی به قشنگی میزنی، حرفای خوب میزنی که دل ما باز بشه و امید و شادی و عشق میدی به مردم با این شعرت، زای سعادت بیا ما میخونیم. مولانا میگه که تو اول بذار به یه جایی برسی، تو که مایوس و افسرده و معلول هستی، شعر میگی که چی بشه؟ شعر میگی که ما رو هم قاطی بکنی با اون قصه های خودت. در چهی و در گوی ای قلتبان، دست بردار از سبال دیگران. سیبیل ما رو گرفته که ببریم خونه ما. خونه شما کجاست؟ خونه ما قعر چاه، اونجا که من در چاه نومیدی هستم و یأس و هرچه که قصه و ناراحتی هستم، شما هم تشریف برین خونه ما. چون شعر گفتم معنیش همین دیگه، دعوت شما بیاین تو فضای من. اما یه کسی تو باغ مثل شیخ محمود شبستری رفته تو گلشن الهی، بعد از اونجا یه نامه نوشته که شما هم اگر که دوست دارین تشریف برین اینجا. شعر یعنی این که تو هم بیا تو باغ، گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه‌ای کن در جزیره مثنوی. یه چیزی ما یه غذا داریم، طعام داریم، چیزی بهت میدیم که بخوری،